این بود که سلام دوستان، بعد از مدت ها که ویدیو نذاشته بودیم با یک ویدیوی خوب، یعنی چی؟ برداشت پهن گاو. با ما همراه باشید. همینجوری که می‌بینید این پیرو برمی‌داریم. الان قسمتی رو که برداشتیم و باید این یه دونه فرغون رو که می‌بینید باید ببریم اونجا. واسه اونجا خالی کنیم بیایم. بعد از ویدیوهای قبلی که دیدی مراحلش حمل و نقلش اینجوریه. بعد میای اینجا خالی میکنی، بعد این پهنا رو کجا میبری؟ سر زمین. با سر زمین با تراکتور پخش میکنیم تا زمین بهتر رشد بشه. ویدیوهای قبلی و چند ثانیه که دیدی مراحلش همینه. میریزی میبری خالی میکنی، میریزی میبری خالی میکنی، همین. و مرسی که این چند ثانیه تون واسه من گذاشتی. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.